خو رکفتن که با سرمبادات اساسی هات نکردن گلک حول هات ندان که حکومت حریم کردستان پیش هل بجاتن عراق بگی بهتن شیم بجم یعنی انسان شد بجید نگرانی که یک سال سر در بازبونا هل بجاتن کردستان در باز بی و حکومت نهیت پکینان براستی ابا خالق لوازه و اگر نها حکومت حریم کردستان هاد با پکینان امشین بجین حریم کردستان دا زوب قوتر دا چیتن عراقه و اگر بو پکینان حکومت یا آینده عراقه مفاوضات کرد و قوتر سر مافنگل کردستان دا او کردن گفتگوی کرد بگو من هلو مرجین او گفتگوین که برای حل بجارتنا گل پیشی حل بجارتنا جوازی دب سر دهن و بگمان جی سر استحقاقی انتخابات دبیدن گفتگو بهنه کنن و تا گرکا دیتر یا نیا گفتگو دیده دست بگیرن خو یا واضحه یا گلک واضحه حوالت میتی کتی نهاتنه جیل باره هنده که حکومت بهتا پکینان بگمان موک پارتی دموکراتی کردستان مدبیا که رکفتنه که حملایانی هبیتن و گرک سردان حمیلایانی سیاسی هات نکنن به هنده که حکومت که حملایانی و سر اساس فرارنگی بهتا پکینان هنده که لایانی سیاسی هر دست بکه الان که کد اپوزیسیون بی و مرز بو بریارم لایانی سیاسی هبو ما بخوش بو که حکومت اکثری اساس بهتا پکینان استحقاق انتخابی اساس بیتن حوالت میتی کتی دیار رأی کادی تری هبوی بزیسا از آماج دم هنده هلو مرجن پکینان حکومت پیش هل بجارتنا پشتی هل بجارتن عراق ده قناق کادی بی دو خاکی دیتر هاتی آرادا و بابت پست سرکاتی یا حریم بو کردا پیشتر سر اساس توافق که یا سیاسی و وکی جانب سروک بجیدن بنمای پکینان عراقانی سر اساس توافق شراکت و توازن بوده و پیشتر او رکفتنت که هاتی نکنن پس سر کماری بکردای هاتی یکلا کنن البته وجی درگاه گفتگوی بکریه و هیچ تشتک جی بردم کردا یعنی جی هیچ خالق نینه که ام بجین هلا سور ابویا درگاه گفتگوی گل همی لاین سیاسی عراق جده